آخر این ویدیو یه سوال ازت میپرسم که مطمئنم ذهنتو درگیر میکنه، ولی قبل اینکه برم سراغ اون سوال یه سوالات دیگه ازت دارم. سال 403 چطور گذشت؟ چطور بود؟ سالی بود که اهدافتو تیک زدی و بهشون رسیدی، یا سالی بود که مثل سالهای دیگه نفهمیدی چطور اومد و چطوری رفت و پر بود از حسرت و اهداف و چیزایی که نتونستی بهشون برسی؟ اینکه دلار رفت بالا، همه چی گرون شد و ما جوونیمون داره میسوزه، چیزیه که از قبل تعیین شده. این سیستم از قبل وجود داشته و رفته رفتم داره بدتر میشه. ما نمیتونیم اونو تغییرش بدیم، ولی میتونیم اونو یاد بگیریم. تا حالا به این دقت کردی که هر وقت به عید نزدیکتر میشیم همه اهداف بزرگی واسه خودشون میذارن؟ این که میخوان رشد کنن، این که میخوان بهترین بدن رو بسازن، این که میخوان درآمدشون رو ببرن بالا، این که میخوان نمراتشون رو بهتر کنن و اولش همه پرن از انرژی و انگیزه، یه کوچولو هم به چیزایی که میگن عمل میکنن، ولی یه ماه نشده دوباره میذارنش کنار. چرا؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینه که فقط داشتن هدف کافی نیست. تو باید سیستم و عاداتی رو واسه خودت بسازی که بتونه تو رو به اهدافت برسونه. توی این ویدیو قرار راجع به کارهایی که میتونه ما رو به اهدافمون نزدیک و نزدیکتر کنه صحبت کنیم. بذار رو راست باشم باهات. چه قبل عید، چه بعد عید، چه پاییز، چه زمستون، فرقی نداره این ویدیو رو کی میبینی. از لحظه‌ای که این ویدیو رو میبینی شروع به عمل کردن بکن. عید، پاییز، تابستون، همه اینا بهونه است. مهم اینه که تو شروع کنی. پس بازم میگم بذار باهات رو راست باشم. مهم نیست که توی عید داری میبینی این ویدیو رو یا وسط چله تابستون. مهم اینه که تو شروع کنی. حقیقتی که هیچ کس بهت نمیگه. فرق لذت و شادی. خیلیا فکر میکنن لذت و شادی در اصل همونن، ولی حتی از لحاظ علمی این دوتا با هم فرق دارن. لذت چیزیه که تو سریع بهش میرسی ولی سریع هم از بین میره، مثل خوردن یه غذای خوشمزه. ولی شادی چیزیه که از درون تو میاد و طولانی مدت تره و عمیق تر. بذار اینطوری بهت بگم که لذت مربوط به جسم تو میشه، ولی شادی مربوط به روح تو. تو لذت رو با مصرف مواد میتونی به دست بیاری، ولی شادی رو به هیچ عنوان با انجام همچین کارهای چیپ و مسخره و بیهوده‌ای نمیتونی به دست بیاری. اکثر اوقات لذت به تنهایی انجام میشه، ولی شادی داخل یه گروه اجتماعی مثل خانواده یا گروه دوستاته. تمامی افراط و اضافه کاری‌ها توی لذت باعث اعتیاد میشه. این در حالیه که چیزی به اسم اعتیاد به شادی اصلا وجود نداره. لذت وابسته به دوپامینه، ولی شادی وابسته به سرتونین. دوپامین دقیقاً این قرض گرفتن میمونه. شبیه اینه که تو اولش احساس خیلی خوبی داری ولی بعدش احساس خالی بودن میکنی. ولی سرتونین یه احساس رضایت واقعی و طولانی مدته. در کل لذت دوپامینه و شادی سرتونین. ولی بذار یه چیزی بهت بگم، شاید واسه عجیب باشه. یه چیزی هست که سطح سرتونین رو میاره پایین و اون دوپامینه. در واقع تو هر چقدر دنبال لذت بری شادی کمتری به دست میاری. ولی جامعه به ما یاد داده که لذت رو بخریم، نه اینکه شادی رو بسازیم. شادی رو نمیفروشن، ولی واسه لذت یه عالمه محصول دارن. و نکته مهمی که هست، هر وقت حس کردی همه چی عالیه ولی بازم یه چیزی کمه، بدون که توی اون دام دوپامین افتادی. پس لطفاً دنبال ساختن شادیه باش، نه دنبال خریدن لذت. همه به ما گفتن که هدف گذاری کن، ولی کسی به ما نگفته که چطور به اون اهدافه برسیم. در واقع مهمتر از تعیین اهداف
اینه که تعیین کنیم چطور بهشون برسیم. واسه رسیدن به هر هدفی یه سری عادات لازمه. لطفاً وقتی از امروز خواستی اهدافت رو بنویسی، کنارشون بنویس که چطوری و با چه عاداتی بهشون برسی. مثلا تو میگی که من میخوام 100,000 تا فالوور تو اینستا داشته باشم. خب با چه عاداتی میتونی بهش برسی؟ اینکه منظم استوری بذاری، منظم پست بذاری و منظم به مخاطبات برسی. حالا برای انجام دادن اونا یه سری عادات لازمه. اینکه تعیین میکنی مثلا ساعت 12 تا 2 استوری بذاری، عصرا تولید محتوا کنی و ریل بسازی و این سری کارهایی که انجام میدی باعث میشه که تو هر روز به هدفت نزدیک و نزدیکتر بشی. در واقع اینطوری بگم، مهمتر از هدفت عاداتیه که تو رو به اون هدف میرسونه. چون هدف گذاری به تنهایی هیچ فایده ای نداره. مغز ما بر اساس عادتها عمل میکنه، نه بر اساس اهداف. اگه هدفت اینه که طی فروردین و اردیبهشت 10 کیلو وزن کم کنی ولی هیچ عادت جدیدی واسش نسازی و هیچ یک از عادتهای قبلی تو مثل فست‌فود خوردن رو حذف نکنی، تو مطمئناً به هدفت نمیرسی. چیزی که واضحه اینه که برای رسیدن به اون هدفه تو باید سیستم سازی کنی. تو باید یک سری عادات منظم رو بسازی که منجر بشن تو به اون هدفت برسی. ساده ترین و شاید عمیق ترین جمله این باشه که چیزی تغییر نمیکنه مگه اینکه چیزی تغییر کنه. حالا سوالی که هست اینه که چطور یه عادت پایدار و خیلی خوبی بسازیم. ساخت عادت پایدار و خوب 3 مرحله داره. مرحله اول اینه که اون عادتت رو ساده کنی. به جای اینکه خیلی کلی بگی من ورزش میکنم، از چیز کوچیک شروع کن. بگو من هر روز 20 دقیقه میرم پیاده روی، روزی 30 دقیقه میرم میدوام، روزی 45 دقیقه میرم باشگاه. ساده سازی کن، سخت نگیر، کم کم شروع کن و رفته رفته ببرش بالاتر. و مرحله دوم اینه که یه محرک خیلی خوب و قوی بسازی. چطوری؟ مثلا تو واسه باشگاه رفتن نیاز به یه ست ورزشی داری. تو اگه یه ست ورزشی خیلی خوب واسه خودت تهیه کنی، چیزی باشه که به اصطلاح باش حال میکنی، باعث میشه که تو انگیزه رفتن به باشگاهت بیشتر بشه. چون وقتی اون لباسا رو میپوشی بهت حس خیلی خوبی میده. پس واسه خودت یه محرک قوی بساز. و مورد سوم و آخر این که حتما به خودت جایزه بده. بعد یه ورزش یه چیز خوب گوش کن یا یه فیلم خوبی ببین. اینطوری مغزت به این عادت میکنه که بر اساس کاری که انجام دادی یه جایزه‌ای گرفته و تو ناخودآگاهت این مورد میشینه. میگه که من این کار رو انجام دادم، سختیه رو کشیدم، ولی در عوضش یه چیز بهتر و جایزه بهتری هم گرفتم. این کار باعث میشه که حتی ناخودآگاهت هم تو رو ترغیب به انجام اون کار بکنه و انجام اون کار و تکرار اون باعث ساخت عادت میشه. بزرگ فکر کن ولی کوچیک شروع کن. کسایی که کوچیک فکر میکنن به جایی نمیرسن. کسایی هم که بزرگ فکر میکنن ولی عملی انجام نمیدن، اونا هم به جایی نمیرسن. در واقع اون هدف گذاریه بدون اقدام و عمل کردن فقط یه توهم قشنگه که باعث میشه تو فکر کنی از بقیه جلوتر و بهتری. این که آرزوی چیزای بزرگ و حتی گرون قیمتی رو داری ولی برای رسیدن بهشون هیچ کاری انجام نمیدی، بذار باهات رو راست باشم. تو فقط قراره که از دور اونا رو نگاه کنی و قرار نیست بهشون برسی مگر اینکه یه کاری انجام بدی، یه کاری که باعث بشه تو به اهدافت برسی. یه هدف بزرگ تعیین کن ولی نه اونقدر بزرگ که نتونی هیچ کاری واسش انجام بدی. بذار واسط ساده ترش کنم. 10 تا از مهمترین اهدافی که میخوای توی سال بعد بهشون برسی رو بنویس، ولی اون نوشتنه به زمان گذشته باشه. برای مثال اگه میخوای تو 100,000 تا فالوور بگیری، نگو که من
100,000 تا فالوور خواهم گرفت. بنویس من 100,000 تا فالوور دارم. مورد دوم، من درآمد مثبت فلان عدد رو دارم. پس چی شد؟ به زمان حال یا گذشته می نویسی. مورد دوم اینه که از بین اون 10 تا هدف مهمترین هدف رو انتخاب می کنی. از کجا می فهمی مهمترین هدفته؟ از اونجایی که رسیدن به اون هدف بزرگترین تأثیر رو روی زندگیت میذاره. چه بسا که رسیدن به اون یه دونه هدف باعث بشه که به اون نقطه‌های دیگه با سرعت بیشتری برسی. خودت میدونی کدوم هدف رو میگم. دورش خط بکش و بیارش توی صفحه دیگه. حالا ما اون هدف رو 3 ماه واسش برنامه ریزی میکنیم. بیا بنویس تو پایان ماه اول میخوای کجا باشی، تو پایان ماه دوم کجا و تو پایان ماه سوم کجا. مثلا اگه گفتیم که هدف تو 100,000 فالوور توی اینستاه، میای مینویسی ماه اول آخرش میخوای که 30,000 فالوور داشته باشی، ماه دوم 60,000 و ماه سوم 100,000. حالا تو اون 3 ماه رو نوشتی. ماه رو خردتر کنیم میرسیم به هفته ها رو ریزتر کنی میرسی به روز و روزت رو هم ریزتر کنی میشه صبح، بعد از ظهر و شب که میشه اون زمان قبل خوابت. پس چه اتفاقی میفته؟ اینکه تو هر روز چی کار میکنی باعث میشه که هفته تو ساخته بشه. هفته تو که ساخته شد باعث میشه که کنار هم ماه تو رو بسازه و اون 3 ماه کنار هم میشه یک فصل از 1 سال زندگی تو. اینکه هر روز توی هر وعده چی کار میکنی باعث میشه که توی پایان اون 3 ماهه کجا باشی. حالا عادات و کارهایی که باعث میشه تو به هدفت برسی رو اونجا بنویس. اینکه صبح چی کار کنی، ظهر چی کار کنی و شب چی کار کنی بذار بهت بگم. صبحها از مغزت استفاده کن، آموزش ببین، چیزای جدید یاد بگیر، ایده های جدید رو به ذهنت بیار و کارهای دیگه. تایم‌های بعد از ظهر مغزت رو پر کن با معاشرت، با کتاب خوندن و یادگیری چیزا و مهارت‌های جدید. و شبا قبل خواب مغزت رو خالی کن، مثل مدیتیشن، برنامه‌ریزی یا ژورنال نویسی و کارهای دیگه. حالا بر اساس این فرمول عادات و اهدافی که باعث میشه تو به هدفت برسی رو بنویس. حالا هر چقدر به اون کارا و عاداتی که نوشتی عمل کنی هر روز یه قدم جلوتر و نزدیکتر به هدفت میشی. مثالش اینه که تو قرار بود پیج تو 100,000 بکنی توی اینستا. خب پایان ماه اول گفتی میخوای 30,000 بشی، ماه دوم 60 و ماه سوم 100. حالا ماه اول رو خردترش میکنیم، میشه چند هفته؟ میشه تقریباً 4 هفته، میشه هر روز تقریباً 1,000. حالا تو بیا تعیین کن که چطوری باید هر روز 1000 تا فالوور بگیری. به همین سادگی. مورد بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم انرژیه. شاید خیلی درباره انرژی و فرکانس حرفای مختلفی شنیده باشی، ولی بدون همشون درسته. انرژی همه چیزه. تو ممکنه با یکی از دوستات 5 دقیقه کلا معاشرت کنی و پر بشی از انرژی و انگیزه و در عین حال ممکنه 5 دقیقه با یه رفیق دیگه صحبت کنی و پر بشی از تأسف و حسرت و ناامیدی. چیزی که باعث میشه اونا از هم متفاوت باشن انرژیه. انرژی یعنی سطح زندگیت. اگه دقت کرده باشی آدمای موفق همیشه پر انرژی هن. چطوری؟ 4 تا مورد داره. مورد اول خواب با کیفیت. خیلی مهمه که تو شبا چطوری میخوابی. این که 5 ساعت اسکرول میکنی و چشات اونقدر خسته میشه و پف میکنه که میخوابی، این که گوشیو میذاری کنار، میذاریش حالت هواپیما، آلارمتو میذاری و کم کم میری تو خواب عمیق. پس مهمه که تو واسه داشتن سطح بالایی از انرژی خوابت با کیفیت باشه. مورد دوم و شاید ساده و تکراری واسط تغذیه درسته. اینکه کمتر شکر و فست فود و چرت و پرت بخوری و به جاش پروتئین بیشتری وارد بدنت کنی.
تو هر چقدر پروتئین و آب دریافتی بدنت بیشتر باشه، انرژی و آرای اون بدنت بیشتره. مورد سوم اینه که حرکت داشته باشی، ورزش کنی، چه 10 دقیقه چه 2 ساعت. مهم اینه که اون حرکت رو داشته باشی، چه پیاده روی، چه تنیس، چه پینگ پونگ، چه باشگاه. مهم اینه اون تحرک رو داشته باشی که انرژی تو رو ببره بالاتر. و مورد چهارم و حتی مهمترینش مدیریت آدمای اطرافته که اول کارم بهت گفتم. از آدمای سمی دوری کن. کسایی که انرژی تو میگیرن و تو رو ناراحت و تو رو افسرده و تو رو بی انرژی میکنن رو از زندگیت پاک کن. اونا آدمای سمی هن. هر چقدر که آدمای خوب و عالی باشن بذارشون کنار، چون قرار نیست باشون به جایی برسی. دنبال آدمایی باش که بهت انرژی بدن، که باعث بشن تو بهتر بشی نه بدتر. دوستایی که انتقاد سازنده میکنن، نه انتقادایی که صرفاً باعث نابودی اعتماد به نفس تو بشه. این دوتا مورد با هم خیلی فرق دارن. مرسی که تا اینجای کار پیشم بودی، ولی بیا راجع به مهمترینش حرف بزنم که میشه همون ذهنیت. تو چیزی رو میبینی که باور داری، مهم نیست حقیقت چیه. ذهنیت قوی تو رو از تمام آدم‌هایی که دور و برتن متمایز میکنه. ما 2 نوع ذهنیت داریم، ذهنیتی که باعث رشد تو میشه و ذهنیتی که باعث میشه تو محدود بشی. اینا چه فرقایی دارن؟ بذار چند تا مثال بهت بگم تا کامل متوجه بشی. ذهنیت محدود کننده میگه من نمیتونم. ذهنیت رشد دهنده میگه من باید یاد بگیرمش. ذهنیت محدود کننده میگه من نمیفهمم، ولی ذهنیت رشد دهنده میگه من باید بفهمم و بدونم که چطوری این کار انجام میشه. خلاصش این که ذهنیت محدود کننده بهت میگه اگه شکست بخورم چی، ولی ذهنیت رشد دهنده بهت میگه اگه موفق بشم چی. دقیقاً فرق بین برنده ها و بازنده ها توی ذهنیتشونه. چرا؟ چون که ذهنیت تو افکار تو رو میسازه، افکار تو اعمال تو رو میسازه، اعمالت عادتهای تو رو میسازه، عادتهات باعث ساخته شدن لایف استایل تو میشن و این لایف استایل توئه که تعیین میکنه کی باشی. تو هر چیزی که میخوای اون طرف ترساته. شاید این جمله رو خیلی شنیده باشی. اگر که خیلی حس راحتی داری و حس نمی کنی که ریسکی داری انجام میدی، تو محدوده امن خودتی و خواهشی که ازت دارم اینه که از اون محدوده امنه بری بیرون. اینکه عادت کردی که خونه بخوری و بخوابی و ورزشی انجام ندی، خارج شدن از منطقه امنت میتونه این باشه که بری باشگاه، میتونه این باشه که بری بدوی، یا اینکه از همه دوری و نمیخوای با کسی صحبت کنی. خارج شدن از منطقه راحتیت اینه که بری با آدمای جدیدی معاشرت کنی و باشون دوست بشی. در هر صورت آرزوها و اهداف تو اون طرف ترساته. و میرسیم به مورد آخر، شکست خوردن. شکست خوردن چیز بدی نیست. تو ندیدی که خیلیا چقدر شکست خوردن تا بالاخره به اون موفقیت برسن. از شکست خوردن نترس. هر شکست برای تو تجربه هایی داره که هیچ کس با هیچ کتابی، با هیچ متنی و با هیچ ویدیویی نمیتونه بهتون آموزش بده. پیش خودت نگهشون دار و ازشون درس بگیر و به عنوان تجربه بهشون نگاه کن. و حرف آخرم، اگه امسال ذهنتو تغییر ندی، سال بعد و سال جدیدت هیچ فرقی با امسالت نخواهد داشت. و سوالی که بهت گفتم آخر کار میپرسم اینه: اگه 30 تا شکست تا موفقیتت فاصله داشتی، چقدر هیجان داشتی که شکست بخوری؟ این پایین توی کامنت ها یا روی یه برگه آچاری توی خونه واسه خودت بنویس که از امروز با تاریخ و ساعتش شروع کردی و سال بعد این موقع
اون کامنتت رو چک کن.